یکی از سوالایی که خیلی از ما میپرسن اینه که ما اگر بریم قبرس دانشجو بشیم اجازه کار داریم اونجا یا نه؟ شرایط کار، درآمد و اصلا چه کارایی میشه توی قبرس به عنوان دانشجو انجام داد؟ بله اینجا میتونین کار کنید ولی شرط اصلی که کار کنید اینجا زبان ترکیه. قطعا هم هر جا برین همین اتفاق میفته که هر کشوری که بریم باید زبان مقصد رو بلد باشیم. ولی سال اول نه، سال اول من پرسیدم که اجازه کار نیست، ولی از سال دوم اقامتتون میتونید اینجا کار کنید. سوال مهم دیگه ای که میپرسن اینه که ما خونه یا خوابگاه رو توی قبرس چیکار بکنیم؟ خود تجربت چی بوده؟ کدوم گزینه رو مناسب دیدی؟ یعنی خودت چیکار کردی یا کسی بخواد بیاد بهش پیشنهادی میدی؟ من سال اول تو خوابگاه بودم و یه تجربه خیلی بدی بود حقیقتش، ولی شخصا تجربه من ممکنه بد بوده و زندگی تو خوابگاه اینجوری نباشه، ولی در کل از نظر من گرفتن خونه خیلی شرایط بهتری داره اگه بتونید یه همخونه پیدا کنید و همین هم باعث میشه که هم از نظر هزینه پایین تر بیاد و همین که تو خونه بالاخره راحت تر این قوانین سخت خوابگاه رو ندارید. برای دانشجوهای جدیدالورود یا حالا مشاورهایی که خودت انجام میدی پیشنهاد کلی چیه برای دانشجوها؟ این یه سوال کلیه و شخص به شخص نظرات متفاوته. من وظیفه‌م اینه که همه چی رو در مورد قبرس و دانشگاهش بگم و دانشجو خودش انتخاب کنه که کجا بیاد، ولی از نظر من قبرس یه سری خوبی‌ها داره و طبیعتاً یه سری بدی‌ها هم داره، ولی خوبیاش به نظرم بیشتر از بدی‌هاشه و من توصیه‌ام اینه که میتونن اعتماد کنن و راحت بیان قبرس و تحصیلشون رو انجام بدن. زمانی که شما می‌خواستی از CIU جابجا بشی، دانشگاه رو عوض بکنی، من گزینه‌های متفاوتی رو به شما ارائه دادم. چی شد که شما دانشگاه فینال رو انتخاب کردی؟ به نظرت برتریش نسبت به سایر دانشگاه‌های همرده حالا مثل گیرنه یا آداکنت به چه صورت بوده؟ اول اینکه من می‌خواستم دانشگاه فینال رو برم، گفتم از نظر هزینه واسم اوکی تره، پس دانشگاه فینال رو میرم. ولی وقتی پذیرش گرفتم و سر کلاس‌های این یکی دو هفته شرکت کردم دیدم نه واقعا تفاوت زیاده. ما چون تجربه‌های قبلی هم داشتم تو دو تا دانشگاه دیگه و مثلا واسه درسی مثل آناتومی که درس مهمی هم است خیلی استاد بیشتر توضیح میداد، خیلی کاملتر کار میکردن استادا با همون، در حالی که اینو توی CIU و KST زیاد نمیدیدم. درسته. نظرت راجع به سایپرس فری اپلای چیه؟ تجربت حالا به عنوان کار کردن به عنوان دانشجو یا به عنوان همکار به چه صورت بوده؟ من چون هم به عنوان دانشجو اومدم پیشتون و ثبت نام کردم و هم به عنوان همکار باهاتون کار کردم، حقیقتش تا حالا از همه چی راضی بودم. هم از نظر اینکه خیلی سریع واسه من پذیرش‌ها رو میتونین بگیرید و دانشجویی که میخوام جذب کنم همه چی اوکیه و خودم خواستم پذیرش بگیرم همه چی عالی بود. درسته. ممنون از اعتمادتون.